ملت ایران، رسانه‌های کشور و رسانه‌های خارج از کشور، حسین هیچگونه بیماری قلبی نداشته. چند ماهی که ما درخواست میکنیم دو ماهی سن کلیاش ریش مشکلاتی داره. موقع بردن بیمارستان حسین به هوش کاری کامل داشته، با ما در تماس بوده. موقع از زندان خارج شدن گفتن یک آمبولانس میاد ببره. متاسفانه آمبولانس را بردن تا بیمارستان دی. نمیدانم کجا برده بودم. ما رفتیم حسین را پیدا نکردیم. حسین بیماری قلبی نداشته. این من رد میکنم رسما. اجازه درمان ندادن. 13 حسین را به بیمارستان طالقانی برده بودند. مدارک در دست داریم. اجازه بستری ندادن. مسئول نصیپور، دادسرای عمومی و انقلاب اوین، اطلاعات کشور، بازجویان و مسئولین زندان اوین هستند. چگونه سالم در تماس بودیم حسین را از زندان بیرون ببرند تا به بیمارستان دی برسانند. در بیمارستان دی ماموران امنیتی بدزدند. هنوز خبری نیست از حسین. هیچ گونه حسین ناراحتی قلبی نداشته. بازی شکنجه دیروز چه موقع دزدیدن به ایشان نمیدانم چیکار کردن. اونا نصیپور و بازجویان گفته بودن حسین را ما خواهیم کشت. من به دادستان تهران نامه نوشته بودم. معاون قضایی دادستان تهران نامه را فرستاده بودم به دادسرای اوین. نصیپور توجه نکرده بود. پرونده را ارسال کرده بودن به دادگاه گفته بود با قرار وثیقه حسین آزاد شود. عدم تحمل کیفری داشته، ولی متاسفانه حسین را اجازه ندادن درمان میشه. روز جمعه کمیسیون داشتن و گفتن که حسین عدم تحمل کیفریشو بیارین تا روز شنبه ببریم بیمارستان. و رفتیم گفتن اونجایی که چند تا مأمور گذاشتن برخورد نامناسب و ندادن جواب. چه آی کوه نمیدانم اسم دقیق چیه، نامه را آورد پد کرد توی من. رئیس زندان، رئیس حفاظت اطلاعات، چرا گوشی تو بستی؟ جواب بده. من دادستان تهرانم گفته بودم. دیروز زنگ زدم گفتم پسر من دزدیدن. الان از من دادستان تهران، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، همه مسئولین، آقای خامنه‌ای فرمانده کل قوا خواستارم جوابگو باشند پسر من کجاست. به فوریت به مادرش و به من زنگ بزنن. این از عدالت اجتماعی، این از قانون، اجرای قانون در جمهوری اسلامی ایران. کشتن مردم، دزدیدن مردم. پسر من هیچ گونه ناراحتی قلبی نداشته، هیچ گونه مشکلات قلبی نداشته، ولی اینا اجازه درمان برای فرزندم ندادن، ولی میخواستن عمدن پسر من بکشن. من به فوریت خواستارم حسین با ما تماس بگیری، با مادرش تماس بگیره. هر کجا بردن، هر کجا دزدیدن بردن. رئیس زندان اوین، شما مسئولی. کجا بردن پسر منو؟ حفاظت اطلاعات زندان اوین، شما مسئولی. سازمان زندان ها، دیروز زنگ زدم گفتم پسر من نیست. گفتن نیم ساعت جواب میدیم. سازمان زندان ها جواب ندادن. من الان به فوریت دادستان تهران خواستارم پیگیری قانونی گردد.
کلیه مسئولین جمهوری اسلامی از سلامتی جان من مسئولیت دارند. کوچکترین